سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. امروز میخوایم یاد بگیریم که این مدل ابروها رو که در واقع دخترونه است و اصلا برداشته نشده و یه حالت نامنظم داره چجوری درستش کنیم، چجوری میتونیم این ابرو رو یه حالت خوبی بهش بدیم، مدلش رو عوض بکنیم، در این حال این دخترونگیشون باقی بمونه. خب بچه‌ها، مرحله اول از صابون ابرو استفاده میکنم. به صابون ابرو یکم فیکس زدم. تمام مواد رو بچه‌ها پایان ویدیو بهتون میگم. الان فعلا درگیر مواد نشین تا فقط ببینید که من دارم چی کار میکنم. صابون ابرو رو میزنید. صابون ابرو رو که زدیم، یکم از پمید ابروتون برمی‌داریم. پمیدا رو که بهتون قبلا گفتم، حالا ابروی ما رنگش تیره است، من از پمید تیره دارم استفاده میکنم. رنگ‌های مختلف داره دیگه، قهوه‌ای روشن، قهوه‌ای تیره. تو استوری پست‌های قبل‌تر گذاشتم که پمید چی هست، چه مدلی داره. یکم رو دستم پخش میکنم. شروع میکنم جاهای خالی رو پر کردن. بعد که بچه چند تا هاشو پراکنده کشیدیم، یکم از کانسیلرتون با یه قلم سخت شروع کنید. این زیر ابرو رو یه حالت که قاب بگیریم به این صورت. حجم ابرو نمیخواد که خیلی زیاد باشه، تا که یه روشنی به زیر ابروی من بده کافیه. حواستون باشه که روی موها نیای. بلندش کنید. در آخر با یه براش میتونید یکم این تاج رو بخوابونید اینطور. طبیعی تر بشه.
ببین بچه این ابرو رو نگاه کنید. حالا این یکی ابرو رو بچه این فرم ابرو رو نگاه کنید چقدر طبیعیه، انگار موهای خودشونه. این بود ابروشون و الان به این حالت در اومد. بچه این ابرویی که طراحی کردیم ببین چقدر قشنگ شد. اون یکی ابروشون رو برام برگشت ببینید ابرو. این ابرویی که طراحی کردیم چقدر طبیعی و دخترونه.